چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به یه ویدیو جدید از کانال من. بچه ها، بعد از مدت ها اومدیم یه بازی بذاریم، یه ویدیو آموزشی بگیریم. این بازی GTA Liberty City استوریزه و بهترین بازیه که پیدا کردم براتون بذارم. واقعا خیلی معذرت میخوام چون خیلی طول کشید تا این ویدیو رو بگیرم و واقعا سرم شلوغ بود، پس ببخشید اگه طول کشید. ممنون میشم لایک این ویدیو رو بزنی که بریم سراغ آموزش نصب بازی GTA Liberty City استوریز برای اندروید. این بازی برای همه اندروید ها میاد، از 7 تا اندروید 13-14 و بهترین بازیه که میتونید بیارید و بازی کنید. و این یه بازی بود که قبلا براتون نگذاشته بودمش داخل کانال و الان براتون گذاشتمش که بریم با هم نصبش کنیم. فایل های بازی رو باید بریم از کانال روبیکای من بیاریم که آیدیش هست @amir_tik1 و باید بریم داخل کانال روبیکا و فایل های این بازی رو بیاریم و بریم سراغ آموزشش. و اینم بهتون بگم که برای نصب بازی 6 گیگی باید حافظه گوشیتون خالی باشه و بازیش خوبه. حتما نصبش کنید، لایک رو بزنید و از ما حمایت کنید برای ویدیوهای بهتر و سریعتر. نظری هم داشتید داخل کامنت ها بنویسید. بریم سراغ آموزش. حمایت فراموش نشه. برو بریم. بچه ها، وقتی وارد این کانال میشید گذاشتم بازی GTA Liberty City برای اندروید. بازی بسیار جذاب، نصب کنید. و اینجا 3 تا از تصویرهای بازی رو گذاشتم که ببینید این بازی چجوریه، گرافیکش و محیط بازیش. و پایین ترش فایل بازی رو گذاشتم و چون که حجمش زیاده باید قسمتش یا پارتش کنم و براتون کردمش 3 پارت. و حالا تنها کاری که ما باید انجام بدیم اینه که این 3 پارت رو دانلود کنیم. پس باید این 3 پارت رو که اینجا مشاهده میکنید، این 3 تا پارت رو دانلود کنیم. پارت 1، پارت 2 و پارت آخر. این 3 پارت باید دانلود بشه و بریم که این 3 تا رو استخراج کنیم. پس بریم دانلودش کنیم و بعد با برنامه رار که این پایین گذاشتمش باید استخراجش کنیم. پس اول حالا بریم این 3 پارت رو دانلود کنیم. همونطور که دارید میبینید این 3 تا پارت دانلود داره میشه. بعضیا میگن دانلود نمیشه بعضی فایل‌ها که اون از روبیکاست، مشکل از روبیکاست. و بعداً یکم جلوتر کانال تلگرام میزنیم که فایل‌هایی که دانلود نشد رو اونجا قرار بدیم. حالا میبینید که 3 تا فایل، 3 تا پارت داره دانلود میشه. باید صبر کنیم تا این 3 پارت دانلودش کامل بشه و بعد بریم سراغ ادامه آموزش. بچه‌ها، همونطور که دارید میبینید 3 تا پارت برای من دانلود شد. خیلی طول کشید، اینترنتم افتضاح بود، ضعیف بود و به سختی پارت 1 و 2 رو دانلود کردم. چون پارت 3 کم حجم‌تر بود سریع اومد، ولی پارت 1 و 2 خیلی طول کشید. اگه برای شما دانلود نشد بدونید مشکل از روبیکاست، ولی اگه کند بود بدونید مشکل از اینترنته. الان برای من کند بود، پدرم رو با من در آورد تا پارت 1 رو آوردم. مثلا خیلی طول کشید، نزدیک 1 ساعت طول کشید. 3 تا پارت رو دانلود کردم. حالا تنها کاری که میکنید پارت 1 این بغلش رو میزنید ذخیره در دانلودها و از پارت 1 تا پارت 3 ذخیره در دانلودها میکنید فایل ها رو. الان این پارت 1 و پارت آخرم که 176 مگابایت حجم میشه، این بغلش رو میزنید و پارت 3 رو هم ذخیره در دانلودها میکنید. برای چسبوندن این 3 پارت به هم به برنامه وینرار نیاز داریم که پایینش گذاشتم میشه. بله، پارت 3 هم ذخیره در دانلودها شد. حالا برنامه وینرار رو پایین برنامه رار رو گذاشتم. شما باید بزنید بالاش و برنامه رار کلاً 4 مگابایت حجم میشه. دانلودش میکنید. راحت و سریع دانلود شد و میزنید و نصبش میکنید. من دارمش، نصبش نمیکنم. و شما میزنید روی آبیه نصبش میکنید و الان باید بریم داخل برنامه وین رد
که اون صفات رو استخراج کنیم یا بچسبونیمش به این بخط. برو بریم. خب بچه‌ها همونطور که میدونید خیلیاتون با برنامه وینرر آشنایی دارید. اونایی هم که ندارن کاری نداره، برنامه راحتیه. وقتی واردش میشید اینطور محیطی روبرو میشید. شما باید بگردید و گوشی دانلود رو پیدا کنید. این گوشی دانلود منه. بریم داخلش. میبینیم که 3 تا فایل هست، همون 3 تا فایلی که داخل کانال بود. حالا این تیکای بغلش رو میزنیم و این دکمه بالا، همین علامتی که فلش هست سمت بالا میزنیم اونو. این تایید پایین رو میزنیم. تایید پایین رو که زدید شروع میکنه به استخراج کردن و تا 100% که بره تکمیل میشه استخراج شما. الان 55%. بچه‌ها یادتون نره کانال من دنبال کنید، لایک این ویدیو رو بزنید و برای دوستاتون بفرستید این ویدیو رو و حمایت کنید که ویدیوهای بهتری بذاریم. و داخل کامنت ها اگه مشکلی داشتید بنویسید و بازی یا آموزشی هم خواستید بنویسید که براتون بذارم. ویدیوهامون رو سریع‌تر می‌کنیم. خب می‌بینید که تو همون پوشه دانلود یه پوشه دانلود دیگه اومده که وقتی واردش میشید میبینید فایل بازی GTA لیبرتی سیتی اینجا اومده و دیگه آماده نصبه. این 3 تا رو حذف میکنیم و این 3 تا رو که حذف کردیم وارد پوشه دانلود ها میشیم و این فایل رو باید نصب کنیم. میزنیم روش. بچه‌ها ممکنه 2-3 دقیقه نهایتاً زمان ببره که نصب بشه. حالا نصب رو میزنیم تا بازی GTA لیبرتی سیتی استوریز برامون نصب بشه. نصب که شد وارد بازی میشیم و یک گیم پلی هم ازش میبینیم. شد و در نصبش هیچ مشکلی نداشتیم. بریم داخل بازی. ثبت نام، یکی نوشته ورود و پایینی نوشته رد شدن از ثبت نام. این رد شدن از ثبت نام پایینی رو میزنید. این رو میزنید مال پذیرفتنه و این زرده نکست رو میزنید. خب حالا بازی راکستار لذت ببرید. این بازی رو به عشق خودتون گذاشتم و بازی‌های بهتری هم هست، پس لطفاً دکمه لایک رو بزنید و کانال منم دنبال کنید. حمایت خوبی میشه از من که انرژی بگیرم برای بازی‌های بیشتر. اینجا نوشته استارت گیم، بغلیش نوشته ادامه. این ادامه رو وقتی میزنید بازی مود یا همون بی‌نهایت شروع میشه. این رو که میزنید بازی از اول بدون هیچ مود و یه نسخه رسمی براتون اجرا میشه. من خودم الان استارت گیم رو میزنم که داشتنش میدونن. الان بهتون نشون میدم چطوری گرافیکش رو بالا ببرید یا پایین ببرید. الان داستانش داره ایده خاصی هم براتون میزنم. بعد حمایت کنید. امیدوارم که دیگه So there he is, huh? So listen, Tony, I know you did a good... We got you a nice little place to stay, Tony. اینه بایی. خب اینی گرافیک بالا ببرید باید میه وقت ضربه بزنید. برید روی تنظیمات، برید روی دیسپلی، اینو یکم ببرید بالا. این مدیوم هم یه ضربه بزنید تا بره بالاتر. ببینیم چه فرقی کرد. همونطور که میبینید این بازی یه جور دیگه بود، یه جور دیگه شد و حالا واردش میشیم ببینیم چی هستن. اینجا ازتون میپرسه کدوم دکمه و همین همیشگی. حالا ماشین رو خرد نکنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما این ویدیو رو لایک کنید، حمایت کنید، دنبال کنید و نظری هم داشتید، پیشنهادی چیزی داخل کامنت ها برام بنویسید. میخونم کامنت ها رو، جوابم میدم. داخل یوتیوب بنویسید بهتره
ویدیوهای سریعتری هم در راهه، سریعتر و بهتر. داخل کامنت ها نظراتتون رو بگید و حمایت هم فراموش نشه. خدا نگهدار.